هنرمندا دانه دانه میشوند و نه در همه جا میشوند. باوری دارم که با رفتن این مرد بزرگ خواننده هاش، شنونده هاش، مخلصاش کم نمیشود بلکه زیاد میشود. دولتمند عزیز جوان از بین رفت. دولتمندی که فلک تاجیک و جهانیان توانست شناساندن. در ترغیب اشعار جاویدانه مولانا، حافظ، سعدی، استاد لایق شیرعلی سهم بسیار ارزنده دارد. نمی‌باید مثل تو دیگر یک بلبل در باغ دیگر حالا بجاید کیست؟ جای جنتی جای زنده کن از صدای من خاکی هزار سال را، خاکی هزار سال را. 55 سال عمری با برکت دولتمند، این 55 سال عمرشان برای ملت ما صرف شد. واقعا هم دولتمند نابغه بود که یک هدیه خداوند به ملت تاجیک بود. کسی که آمد میرود در این جایگاه نویگری نیست، رفتن داره یا باز آیند روند، اما دولت خیلی بر وقت رفت. به نظر من بر وقت رفت، ما را غفلتگیر کرد. و مثل دولتمند خال شخصیت هایی که تمامی هستی و وجودشون را برای این کار بخشیده باشند انگشت شمارند. یعنی ما یک بسیار ستونی به قوت هنر و فرهنگ مانه از دست دادیم. میگویند که چو یک پیری خرد میرد بمیرد جمله آثارم، چو یک همسال من میرد گرانتر میشود بارم. این همین است. پدر ماندن مثالی مرغی به بال و پرم، مال دنیا دارم لیک چون گدا پشتی درم.